السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، شاید که این دو شخصیت را بشناسید، یکش بیت یکش دیگه‌اش برزکان. عجمستان به نام تخلص لقب کینوباز، باز کینا. یعنی برادر الحمدلله هر دینها با همراه ما الحمدلله در شرکت صلاح جمعان ان شاء الله چه مراجعت داشته باشین، کدامت که میخواین با عجمستان صورت گرفتن میتونین که به صلاح جمعه را بیاین. دوستان عزیز، کدومی که مقصد با اینا چی میشه انشاءالله مورم در رکلامه بام در نمی تدیجینی نمی دوروی نمی کاربار هستیم انشاءالله همراهی اکای سلام متاسفانه جو کار میکنیم شو میکنیم. دوستان عزیز خلاصه گپ که این اینجا دمو کار میکنیم الحمدلله خودم هجومه را یاد گرفتم هجومه میکنم انشاءالله و شادی کسالی شدی اینجا توبه میکنیم. چی درد داره ماش اینجا دورو هست توبه میکنیم ان شاء الله با امر خدا. و چی گفتن دوستان عزیز مردنس مجبور بشیم این ای دورهای گیاهی شفا بخشی نمی اکمون استفاده بریم ان شاء الله. و قریب که خیلی درد داده مقصد دورو دورن چیزی که مراجعت کنیم چی برای کلانسالو چی برای خردسالو چی برای مردو چی برای زنا من در همه چیز هستم. مرحمت میتونه که مراجعت کنین دوستان عزیز. دورو نو اومدگی نو آوردگی بروی نو فربشیدن خراب شدن موی سر بروردن بله موی بدن کم کردن. مجنون پلوس چخیل بود مجنون پلوس ای برای مردکایی که سال از بعضی بیماری های مردونه تنقسی میکشن بعضی چیا دورن چی میگن شکایت ها دارن بسیار فایده خوب میکنه. این چونین برای کودکا و برای کلانسالو همه چیز هست. دوستان عزیز مرحمت میتونیم مراجعت کنیم. میگن رکلام زور کردیدی نه نه رکلام زور شید اما خیلی ایمپرویزاسیا شید زور شید. پتا چی بگم کلمه را ایمپرویزاسیا چی میگن ایمپرویزاسیا یعنی که ایجاد بگیم در جوش ایجاد شید خود ایجاد چیدم خیلی اومد. بله برای کسانی که ایمونیتیتشون سستن حیات یعنی مساعد ما رکلام ندارم در جواب حیات راست گپ خدمه ساعت مای بعد بسیاری باردار شترمرغ یا که روغنی تازه‌ای چی میگن چند نفر رو پرسیدن روغنی تازه‌ای شترمرغ بگو با کسی که باورسی ندارم وربلود استراوس میشه برادر در باید درومت استراوس میشه گفت کسی که ندونه که شترمرغ چی میشه گفت وربلود. شترمرغ بعد روغن 32 تازه شب چند نفر رو پرسیدن مثلا بله هست قطعی میخرم هست دوستان عزیز گرامی قدر خیلی مراجعت کنین بین. بله رقم ها زیر نوار دستافکا بعد با شهر مسکو یعنی که شما بخواین که مثلا دستاف چی کوریر بگیره برای شما را خودش بتیا تمام جای مسکو جایی که مترو هستن میبرمتیا اگر از دیگه شهرها دا باشین با وسط پشت ها با طرف پشت رامونتون میکنن. سونی عزیز سپری ها هستن ولی ماندگی هستن میتونه که زنگ بزنه روغن مورچه هم هست برای نابود کردن. و سروغای ما مترو شالکوس که برادر عزیز کوچه پروامای میکرورایون پروامای دوم 29 29 شده 29 خیلی میشوه. خیلی بیم برادر عزیز ان شاء الله که شدی بعد پراجکتش کلیس کیسه یا دورو خود زور نه یک چیز در فرقیتی کلان داره داروهایی که شیمیایی اند داروهای آپتیکا بسیار چیزا داره برای که دوستان عزیز در ترکیبشون مثلا هر چی از جهت مدیسین از جهت مثلا مدیسین بگیریم آناتومی بگیریم ویتامین ها و کالری و دواها شفایی مخصوصی را داره که مثال مدیسین اسپوش همینا در اکتریمبورگ هم هست اکثر هفته ایسه هست در پیش گپ در کتب بسیار بودکم بده چیه همین داروا در اکتریمبورگ هم راسته دولین چیه حوز اکثر هفته ایسه هست در اکتریمبورگ بگیم با هم خاطر میتونه که انشالله زنگ بزنید در رقم های زیر نوار اکتریمبورگ هم هسته میتونه که زنگ بزنید پروست ما سارسیما هم ویدیو را سر زمین پرتویم عجمستانه کاک سیگار در کانال کوری به مونتاژ به کاور به هیچ وقت ویدیو میگیره جبا دورو برای وزن گرفتن خراب کردن یا خیمیا ندارن دیگه دورو به خیمیا تازه طبیعی خودت برای سپورتسمن‌ها را یکم دورو وای کن رکام باور که ما برای سپورتسمن‌ها بسیار داروهای من موشونه نمیدونم بیختو بیو بگیری بیختم بیوین بگیری نه برای نمی
تازه برای سپرسمنه بعد ویتامین تازه مثلا آدمایی که رنگی شدی در مویا بر دندون میشن زبنای پستایی که مثلا خمیر دندونشویش برای دندونایی که خون میروان خنکی میگیرن بود میکشن هست هم خیلی. بله بارک الله فیکم جزاکم الله خیر. ای شما بنیهایت انسانایی که اوید برای کلام اوید با منیجی بنیهایت انسانای خوب میشینه متاسفانه از پشت اکران خدا نگهبانتان باشه. بنیهایت مخولم شد رکلام کردن مینتدار زرپلاتش بگیره در بیرونش کنه. خلاص که دوستان عزیز شوخی انتیگلیسته برای کسانی که دشکمشون کیرم دارن چیروکی برای همونهای برادران عزیز شوخی یعنی گاه وقت هزل میکنیم یعنی یومر شوخی بین برادر خاکی باید باشه الحمدلله. یعنی رقم ها برای دولینی و برای پرستاتیت برای ژلودکه و برای ایمنیته هیموگلوبین بله حتی هست مسواکی فلاح و پیچین پرستاتیت پوچکی و پامیت نروی و خیر بگو داروها برای همین چیز هم که نگه ارگان میفروشی پیچین پوچکا نه داروها هستن همینا الحمدلله. حتی قرآن های بنیهایت با صفت اعلا برای کسانی که زرینیشون سسته برای همونها الحمدلله که وجود داره. حتی عذاب و جین برای کسانی که سحر و جادو دارن. بگو مرا بسیاری بد پرسیدگیم برای که ما قریب 2 سال همین چیز رکلام کردیم مینوکسیدیل برای برآوردن ریش موی سر همین چیزا رو میپرسن برای ریش. دوستان عزیز یک آدمی هست که میگیره همیشه یک بار استفاده میبره اگر رو تون سیاقتی دارو تو نبرومد برادرها ای یک بار میگیری مثلا یک کورس چنین استفاده میبری با برای خودش مخصوص شورتکت داره یک چیزی که داره که رو تا وقت رولر اون هست بری نمی پایین دستی راست تو تا نشون میدم که ذرات تو نمیبره اینه یه برادر عزیز باز من را میفهمونم که چه خیلی استفاده میبرن مثال وقتی که در رو امیر میکنی دوستان عزیز اینه وای شوتکش همین خیلی دندونچه‌های مخصوص داره که او قدر ضرر نمیرسونه رانه که سوراخ میکنه شکاف میکنه بعضی بگیم همون مویه هست که ریشه‌شون هست اینه که اگه جای رو برآمدن شما نمیدونن رگوم زاگن با همین خیلی رو مساج میکنی بعد کردن همین دارو چند بار مساج میکنی شکاف میشه وقتی که شکاف شید مثال تز میبره رش میوه ناویگاتور این ناویگاتور شاید یا 3 بار قلم میگیری بعدی با هست بعد همین مینوکسیدیل با نام دیگه شه 15% مهنت میکنی برادر عزیز که همون ببروی اكو باید برنو میبروی مقصد همی بود کاروچی مقصد که هم خیلی بود خلوصه خدا نگهبان تو مشافرت و رنگ امیرش خشو برانی یکی ماشاءالله رنگی شدی اگر نفرتون که خشواکاگی باشه هر جا رنگی چیه چیکه موش میرزه خدا نگهبان تو برادران عزیز مجنون پلوس هستی میتونید ان شاء الله که زنگ بزنین. در امان الله باشین. السلام علیکم.